تلفات جنگجویان طالب در نتیجه حملات 3 جبهه ضد طالبان در نقاط مختلف کشور، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی افغانستان و جبهه سپاه آزادی در پنجشیر، پروان و اندراب بر طالبان حمله کردند. تلاش طالبان برای مذاکره و آمادگی مولوی مهدی برای مقابله. طالبان از راه جنگ وارد بلخاب خواهند شد یا از طریق مذاکره؟ تقومی خواندن حکومت طالبان از سوی وزیر امور داخلی پیشین کشور مسعود اندرابی میگوید که تاریخ به ما آموخته که حاکمیت یک قوم هر نظامی را در افغانستان سرنگون میکند. آیا آمریکا از جبهه‌های ضد طالبان حمایت خواهد کرد؟ مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده میگوید بدیل طالبان حمایت از جبهه‌های مقاومت در افغانستان است و آمریکا به ارزش 1 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به اوکراین ارسال میکند. با درود و وقتتان بخیر. به سرویس خبری این ساعت از آموج نیوز خوش آمدید. نیروهای 3 جبهه ضد طالبان در ولایت‌های پنجشیر، پروان و بغلان با طالبان درگیر شدند. منابع محلی و این جبهه‌ها درگیری‌ها را تایید کرده و میگویند که در 24 ساعت گذشته 10 طالب کشته و زخمی شدند. منابع در ولایت پنجشیر به آماج میگویند که میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در ولسوالی شتل این ولایت درگیری شدید رخ داده است. با گفته آنان این درگیری از صبح روز گذشته چهارشنبه در دره آرزوی ولسوالی شتل پنجشیر آغاز شده و چندین ساعت ادامه داشته است. منابع می‌افزاید این درگیری زمانی به وقوع پیوست که طالبان از کوههای سالنگ و شتل قصد حمله بالای موضع‌های نیروهای جبهه مقاومت را داشتند. گفته می شود که در این درگیری به طرف‌های جنگ تلفات وارد شده است، اما تا اکنون رقم دقیقی آن معلوم نیست. طالبان و جبهه مقاومت ملی تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال شب گذشته از اثر عملیات چریکی نیروهای جبهه آزادی افغانستان بالای یکی از قرارگاه‌های طالبان در دو سرکه ولسوالی گلبهار ولایت پروان 8 طالب کشته و زخمی شدند. بر اساس خبرنامه‌ای که جبهه آزادی افغانستان در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، در جریان این درگیری‌ها 3 طالب کشته و 5 تن دیگر آنان زخم برداشتند. همچنان در این خبرنامه آمده است که به نیروهای این جبهه تلفات وارد نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب لیلی 25 و 23 ماه جوزای 1401 مجاهدین جبهه آزادی بالای بیض دشمن در سایه دو سرکه گلبار عملیات چریکی خود را راه اندازی میکند. نعره تکبیر، الله اکبر. در این حال جبهه سپاه آزادی به آماج میگویند که در روستای شهشانی ولسوالی اندراب ولایت بغلان طالبان از طریق زمین و هوا بالای چرک‌های سپاه آزادی عملیات راه اندازی کردند. به گفته سپاه آزادی پس از چندین ساعت عملیات طالبان عقب نشینی کرده و در نتیجه درگیری 2 طالب کشته و 1 میل سلاح کلاشینکوف آنان به دست نیروهای سپاه آزادی افتاده است. جبهه سپاه آزادی می‌افزاید که از اثر این درگیری‌ها 1 تن از چریک‌های این جبهه نیز به گونه سطحی زخم برداشته است. مقام‌های حکومت طالبان در مرکز تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. قابل ذکر است که با گرم شدن هوا در کشور درگیری‌ها میان طالبان و جبهه‌های ضد آنان در نقطه‌های مختلف کشور افزایش یافته است. سقوط کرد. منابع به آماج میگویند با وجود بسیج جنگجویان طالب در شمال برای حمله بر مولوی مهدی فرمانده هزارت تبارشان، امروز بار دیگر طالبان به دنبال گفتگو و دریافت راه حل برای مشکل بلخاب برآمدند. این منابع می‌افزایند که در میان چهره‌های تصمیم گیر طالبان نیز در مورد چگونگی برخورد با مولوی مهدی اختلاف نظر وجود دارد، زیرا برخی‌ها به تصرف بلخاب از راه زور تاکید دارند، اما برخی دیگر بر تعامل و دریافت راه حل از راه مذاکره.
در همین حال نزدیکان مولوی مهدی به آماج میگویند که به هیچ عنوان او به کابل نخواهد رفت و همچنان برای تحقق حقوق هزاره ها در افغانستان مبارزه خواهد کرد. اما یک منبع دیگر طالبان به آماج میگوید که اگر مولوی مهدی از آخرین فرصت مذاکره استفاده نکند، طالبان با استفاده از زور نظامی وارد این منطقه استراتژیک خواهند شد. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که مولوی مهدی تنها فرمانده هزاره تبار طالبان از آنها جدا شده و گفته که هزاره ها در حکومت طالبان سهم ندارند و این برایش قابل قبول نیست. بلکه نیم فیصد ما احساس میکنیم که توجه با کمال تأسف صورت نگرفته بوده. پس فعلا شما منتظر کسی نباشید. در همین حال محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در پیام به طالبان گفته که نباید به بلخاب لشکرکشی کنند. محمد محقق افزوده که لشکرکشی طالبان به بلخاب جنگ در برابر هزاره ها تلقی خواهد شد. ولسوالی بلخاب منطقه استراتژیکی در ولایت سرپل در شمال افغانستان که در دور قبل رژیم طالبان آنها موفق به تصرف کامل آن نشده بودند و اکنون این ولسوالی از سوی مولوی مهدی اداره می شود. مسعود اندرابی وزیر امور داخله در حکومت پیشین گفته که تاریخ به ما آموخته است که تمرکز قدرت و حاکمیت یک قوم هر نظامی را در افغانستان سرنگون می کند. آقای اندرابی امروز با نشر پیامی در برگه فیسبوکش نگاشته است نسخه های تکراری و آزمون شده مثل تمرکز قدرت و سلطه‌جویی نه در گذشته ها مؤثر بوده و نه حالا با چنین ذهنیتی فرسوده به حل معضل‌های سیاسی و قومی خواهیم رسید. نام برده افزوده است که قومگرایی و تلاش مستمر برای تمرکز و انحصار قدرت در 20 سال گذشته نتیجه معکوس داد. او تصریح کرده است اکنون طالبان با روپوش دین سعی بر حاکمیت قومی و قبیلوی دارند. تاریخ اما به ما آموخته است که تمرکز قدرت و حاکمیت یک قوم هر نظامی را در افغانستان سرنگون می کند. اندرابی تاکید کرده که در این شرایط نیاز است نسل‌های آگاه فارغ از تعصب خشک و ویرانگر قومی عدالت و رفاه مردم افغانستان را معیار حل معضل قدرت قرار دهند و با هم دیگر پذیری رای حل خود به افغانستان پس از طالبان را ارائه کنند. او در اخیر نوشته است در یک جامعه عدالت محور مهم نیست که در رأس قرار میگیرد، مهم تامین عدالت در همه سطوح و آسایش مردم است. این در حالی است که کشورهای جهان و چهره‌های سیاسی و حکومت پیشین همواره از طالبان انتقاد کرده و آنان را بر تشکیل حکومت تک قومی متهم می‌کنند. طالبان اما تاکید دارند که حکومت آنان فراگیر بوده و از همه قوم‌های افغانستان نمایندگی می‌کنند. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید بدیل طالبان حمایت از جبهه‌های مقاومت در افغانستان است. با گفته او جمهوری خواهان در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا پیروز میشوند و نامزد این حزب بعد از پیروزی از جبهه‌های مقاومت علیه طالبان جدی‌تر حمایت خواهد کرد. جان بولتون که روز چهارشنبه 25 جوزا در یک نشست خبری در واشنگتن سخن میگفت در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که طالبان یک گروه تروریستی است و دولت سرپرست این گروه نباید به رسمیت شناخته شود. با گفته بولتون آمریکا باید کشورهای غربی را تشویق کند که این گروه را به رسمیت نشناسند. جان بولتون در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مسئولیت کلیدی مشاوریت شورای امنیت این کشور را به عهده داشت. او پیش از این نیز گفته بود که جبهه مقاومت حامیانی در کنگره آمریکا دارد. مشاور پیشین شورای امنیت آمریکا پیش از این پیشرفت‌های نظامی جبهه مقاومت در افغانستان را دلگرم کننده خوانده بود و از مخالفان طالبان خواسته بود تا با تسخیر مناطق بیشتر زمینه حمایت بیرونی از مقاومت در افغانستان را فراهم کنند. بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از اعطای کمک جدید تسلیحاتی واشنگتن به کیف خبر داد. جدیدترین بسته کمک تسلیحاتی آمریکا به ارزش 1 میلیارد دلار شامل 18 توپ اویتزر و 35,000 گلوله آن، 2 سیستم دفاع ساحلی، راکت‌های توپخانه و هزاران دوربین شبین می شود. آقای بایدن
پس از گفتگوی تلفنی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در بیانیه از ارائه یک بسته 225 میلیون دلاری کمک‌های بشردوستانه نیز به این کشور خبر داد. به این ترتیب رقم عمومی کمک‌های واشنگتن به کیف پس از تهاجم روسیه به 5 میلیارد و 600 میلیون دلار میرسد. آقای بایدن روز چهارشنبه جنگ روسیه علیه اوکراین وحشیانه توصیف کرد و افزود که اوکراین از دموکراسی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع می‌کند و ایالات متحده همچنان در کنار این کشور را خواهد ایستاد. همزمان پنتاگون نیز اعلام کرد که جدیدترین بسته کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین شامل 18 توپ اویتزر و 36,000 گلوله و مهمات آن، 2 سیستم دفاعی سایلی هارپون، راکت‌های توپخانه، رادیوهای امن، هزاران دستگاه دید در شب و بودجه برای آموزش نیروهای اوکراینی است. بایدن در بیانیه روز چهارشنبه خود تاکید کرد که آمریکا همچنان به حمایت از مردم اوکراین متحد است. با گفته او بسته 225 میلیون دلاری کمک‌های بشردوستانه آمریکا شامل آب آشامیدنی سالم، تجهیزات حیاتی پزشکی و مراقبت‌های صحی، غذا، سرپناه و پول نقد برای خرید اقلام ضروری خانواده‌های اوکراینی است. کمک جدید تسلیحاتی و بسته بشردوستانه آمریکا به اوکراین همزمان با دیدار لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده با متحدانش در بروکسل ارائه می شود. همزمان با اعلام بسته جدید کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین، واسیلی نیبینزیا سفیر روسیه در سازمان ملل کشورهای غربی را متهم به راه اندازی جنگ نیابتی علیه مسکو کرد. با گزارش رویترز او روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت خون افراد ملکی به گردن کشورهای غربی خواهد بود، کشورهایی که به اوکراین سلاح میفرستند.